سلام، توی این ویدیو میخوام نحوه صحیح شماره گذاری صفحات پایان‌نامه رو بهتون آموزش بدم. خب توی ویدیوی قبلی من بهتون گفتم که ممکنه زمانی که شما شماره صفحتون رو اضافه می‌کنید مثل اینجا به صورت کاراکتر انگلیسی براتون نمایش داده بشه. برای اینکه این مشکل رو حل بکنین چند تا راه مختلف وجود داره. من یکی یکی از آسان‌ترینش بهتون میگم و اگر اینا براتون جواب نده احتمالاً آخرین مورد این مشکل رو براتون حل بکنه. راه اول این هستش که ما این رو انتخاب بکنیم و بیایم راستچین و چپچین بودن این کاراکترمون رو تغییر بدیم. برای مثال من این رو راست به چپ بکنم و می‌بینم که الان برای من این درست نمیشه. اما ممکنه تو بعضی از نسخه‌های ورد با همین کار و به همین راحتی کاراکتر شما به زبان فارسی برگرده. خب این مورد برای من جواب نداد. مورد دوم این هستش که ما بیایم این رو باز مجدد انتخاب بکنیم و از قسمت فونت ها بیایم یه فونت فارسی براش انتخاب بکنیم و اینجا هم میبینیم که این مورد برامون کارساز نیست و این هم آپدیت نمیشه. اما اگر با این دو روش کاراکتر فارسی نشد میتونید روش سوم رو انتخاب بکنید. برای این کار من میام و این پیج نامبرم رو حذف میکنم و مجدد از قسمت فوتر و هدر میام قسمت داکیومنت اینفو فیلد رو انتخاب میکنم و توی قسمت فیلد نیم پیج رو انتخاب میکنم. این بار به جای که فرمت اولی رو انتخاب بکنم که شماره هست یوز دیفالت نامبرینگ رو انتخاب میکنم. با این کار میبینیم که شماره به صورت فارسی برامون اینجا درج میشه. قبل از اینکه شماره گذاری با حروف ابجد رو بهتون آموزش بدم خیلی خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید و این ویدیو رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. ما برای شماره گذاری صفحات قبل از مقدممون باید از حروف ابجد استفاده کنیم. بریم با هم مجدد این فایل پایان‌نامه رو ببینیم. توی این قسمت می‌بینیم که فصل اول مقدمه اینجا شماره گذاری شروع شده، اما قسمت‌های قبلی اون با حروف ابجد شماره گذاری شده. حالا این قسمت رو فهرست‌های مثل فهرست عناوین، فهرست اشکال، فهرست جداول و قسمت‌های مثل حالا تقدیر و تشکر و اینجور موارد هستش. قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم من مجدد سری متن رو به عنوان نمونه میام و قبل از فصل اول و مقدمه پیست میکنم. برای اینکه این فصل اول رو من به صفحه بعدی منتقل بکنم میتونم بیام از قسمت اینسرت و پیج بریک رو بزنم. یعنی که این رفت قسمت فصل بعدی و من اینجا این متنم رو میتونم پیست بکنم. حالا برای اینکه این دو صفحه رو با شماره گذاری متفاوتی انجام بدیم باید با سکشن ها آشنا بشیم و یک سکشن مجزا برای این بخش ما تعریف بکنیم. خب من میام انتهای این متن قرار میگیرم، از توی قسمت لیاوت میایم و از قسمت بریکس سکشن بریک رو انتخاب میکنیم. حالا هم میتونه این بریکی که انجام میدیم ما رو به صفحه بعد ببره، مشابه همون چیزی که قبلا انجام دادم، یا اینکه میتونه به صورت پیوسته باشه. جفت اینا رو میتونیم ما انجام بدیم. حالا اینجا من قسمت next page رو میزنم. حالا بعد از اینکه سکشن جدید ایجاد کردیم میایم و از تو این قسمت حالا فصل‌های مختلفمون روی یکی از این هدرها انتخاب میکنیم و این قسمت link to previous رو برمیداریم که به قسمت قبلی متصل نباشه. حالا اگر بیایم و توی این قسمت این فصل اول رو من حذف بکنم میبینیم که توی این دو صفحه برامون هدر نداره، اما صفحات بعدیمون هدر داره و اینا به صورت درست انجام شده. حالا شماره گذاری این صفحات دقیقاً مثل صفحات عادی هستش. خب تو قسمت فوتر میریم و این شماره صفحمون رو انتخاب میکنیم. از قسمت پیج نامبر میایم فرمت پیج نامبر رو انتخاب میکنیم. از قسمت نامبر فرمت میایم و حروف ابجد رو انتخاب میکنیم، اوکی میزنیم و میبینیم که این قسمت برامون به صورت حروف ابجد شماره گذاری شده که حالا این مربوط به سکشن بعدیمون هست. خب الان میبینیم که اینجا درست هست و بخش اول فایلمون به درستی شماره گذاری شده. حالا این شماره این رو هم ما باید آپدیت بکنیم. اینجا این شماره صفحه رو میایم انتخاب میکنیم و مجدد میایم توی قسمت فرمت پیج و اینجا از 1 میزنیم که
شروع بشه و شماره گذاریمون از 1 مجددا انجام میشه و این هم شماره 2 و 3 و به همین شکل ادامه میدیم و تا انتها میره. پس چیزی که نیاز داریم برای اینکه شماره صفحاتمون مختلف باشه تو بخش‌های مختلف فایلمون و یا اینکه هدرهای مختلف ما داشته باشیم این هستش که بیایم سکشن بندی بکنیم. توی یک سکشن ما میخوایم هدر داشته باشیم و شماره فصل داشته باشیم و شماره صفحه و توی یک سکشن دیگه ما میخوایم مثلا شماره گذاریمون با حروف ابجد باشه و هدر نداشته باشیم که خب اینها رو به راحتی با قسمت سکشن میتونیم انتخاب کنیم. نکته که مجددا بهش تاکید میکنم این هستش که تیک لینک تو پریویس رو باید برداریم که این هدرها هم حذف نشن زمانی که ما هدر بخش اول رو میخوایم حذف بکنیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. خوشحال میشم که نظرات و یا سوالاتتون رو توی قسمت کامنت ها برام بنویسین. خیلی ممنونم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.